درود. امروز اومدیم با هم دیگه موچی درست کنیم و من اندازه رو برای یه دونه موچی میگم. شما بسته به تعداد خودتون میتونید بیشترش بکنید. برای هر یه دونه موچی شما 10 گرم آرد گلوتینوس نیاز دارید، 2.5 گرم شکر، 2.5 گرم نشاسته ذرت، 25 گرم شیر و 2 گرم هم کره. مواد رو کامل هم بزنید، ولی چون که ما نمیخوایم توش هیچ گلوله‌ای بمونه به خاطر همین از صافی یه دور ردش میکنید. قابلمتون حتما نچسب باشه. بعد که این کار کردید کاملا از صافی ردش کردید و هیچ گلوله‌ای دیگه داخلش نموند، روی گاز میذارید. گاز نباید شعله‌اش نه خیلی زیاد باشه نه خیلی پایین باشه، یه شعله متوسطی داشته باشه. کلا همینطوری هم میزنید از دور جداش میکنید که نچسبه. هر چقدر تونستید جدا کنید و وقتی دیدید که یه حالت خمیری پیدا کردش دیگه گاز رو خاموش کنید. یعنی جوری که تو تصویر مشخصه. حالا به اون غلظت که رسید، به اون غلظت که نه، به اون حالت خمیری که رسید گاز رو خاموش کنید. بعد کره رو بهش اضافه میکنید و چون که هنوز خیلی خمیر داغه و سخته که تو دست بخواید بگیریدش، با همون لیسک یکم ورز بدیدش تا حالا از اون داغی بیفته. بعد باید دستتون رو یکم کره‌ای کنید. حالا با همون کره‌ای که کف قابلمه هست میتونید این کار بکنید. دستتون رو قشنگ کره‌ای میکنید، یکم خمیر رو ورز میدید. اگر تونستید تو دستتون بگیرید که خب خیلی بهتره. فقط همینجوری که من تو تصویر ورز میدم ورزش بدید، چنگ نزنیدش اصلا. بعد روش رو یه دونه پلاستیک بکشید که هوا یعنی بهش نخوره. شما برای اینکه موچی رو بخواید درست کنید بعد وزن کنید. حالا بعضی چشمی انجام میدن، فرق خاصی نداره، فقط یه اندازه نرمالی باشه دیگه. موچی معمولی باید 35 گرم باشه، مینی موچی 25 گرم، موچی بزرگ 70 گرم. خودتون میتونید یکم اینا رو کم و زیادش کنید، یعنی زیاد فرقی نداره. مثلا تو این قسمت اون هر چقدر خمیر دارید دیگه تفاوت خاصی نداره. به موچیتون رنگ خوراکی میزنید، یه مقدار کم، هر چقدر دلتون خواست رنگ خوراکی اضافه کنید و بازم همینطوری که من دارم ورز میدم ورزش بدید. چنگ اصلا نزنیدش چون که خمیرتون رو زشت میکنه، بد حالتش میکنه. بعد خمیرتون رو گرد کنید وقتی رنگ زدید و بذاریدش رو پلاستیک. روش هم یه پلاستیک دیگه بکشید که اصلا بهش هوا نخوره. دوباره نشاسته ذرت رو بردارید و بپاشیدش روی اون سطح کارتون. کاملا نشاسته ذرت رو زیاد بریزید چون که زیاد استفاده میشه. شما به یه قالب نیاز دارید. قالب من چوبیه، اندازش هم کوچیکه. هر قالب دیگه‌ای که داشته باشید میتونید استفاده بکنید. حتی روی زمین هم میتونید درست کنید. حالا یکم سخت‌تر هست ولی خب میشه. قشنگ اونم نشاسته ذرت بهش بزنید. اون خمیرای موچیتون رو که رنگ کرده بودید بین پلاستیک گذاشته بودید و دونه دونه به نشاسته ذرت بزنید. دور تا دور سطحش رو کاملا نشاسته ذرت کنید و بذاریدش کنار. وقتی که به این مرحله رسید این کار انجام دادید دیگه میتونید دستکشتون رو در بیارید. دستکشتون رو که در آوردید
تک تک اون خمیرهای موچی رو پهن میکنید رو زمین و ترجیحاً گرد یه جوری بازش کنید که گرد بشه. مثلا نگاه کنید من هی از یه سمت میکنم بعد میرم یه سمت دیگه که قشنگ گرد بشه. بعد روی آرد یعنی همون نشاسته ذرتی که روی موچی هست اون رو بگیرید، چون که طعمش زیر دهن نیاد دیگه. و بعد خامتون رو از قبل فرم بدید داشته باشید. خامه قنادی رو هم تو قیف بریزید. با قاشقم میتونید این کارو بکنید. میخواید تمیزتر در بیاد میتونید تو قیف بریزید. قشنگ اینطوری که میبینید من دارم قشنگ گرد دور خمیر موچی بریزید. این وسطش ولی یه جایی باشه که بتونید فیلینگ پر کنید. فیلینگ هم هر چیزی که دوست دارید میتونید استفاده کنید. فقط میوه های زیاد آبدار نباشه. من خودم موز استفاده کردم. میتونید توت فرنگی بریزید، میتونید کره پسته بریزید، کره بادام زمینی بریزید، بیسکویت بریزید، هر چی که دوست دارید کلا. بعد دوباره روشو خامه بزنید. چرا خامه میزنید دوباره روشو؟ به خاطر اینکه ما میخوایم یه موچی گردالو داشته باشیم. اونم که خامه زدید دیگه باید مثل بخچه ببندیدش. قشنگ دور تا دورش قشنگ اینطوری بگیرید، مثل بخچه اینطوری ویشکونطور ببندیدش. بعد اینکه گرد شد، حالا من از این بیلبیلک ها دارم که اسمش نمیدونم کاغذ، نمیدونم کاغذ شیرینی بهش میگن، همین داخل اینا ریختم. بعد با براشی که دارید کاملا آرد روی موچی رو بگیرید و موچی شما آماده است. فقط اگر موچیتون 25 گرم باشه، یعنی برای مینی موچی باشه، یا کلا کمتر از 35 گرم باشه، ممکنه که توی ظرف نتونید درستش کنید. برای همین یا مثل من که میتونید ببینید در ادامه که من چطوری گند زدم و ولی نجاتش دادم موچیمو، میتونید که روی زمین درستش کنید. فقط اگر بخواید روی زمین درست کنید باید خامشو مثل دیوار بیایید بالا. یکم سخته ولی خب تلاش کنید واقعا میشه. بعد میتونید دوباره بندازید توی همون قالبی که دارید که گرد در بیاد قشنگ موچیتون. نهایت من بخوام بهتون بگم اینه که موچی درست کردن واقعا سخته و اگر مثلا دیدید که درست کردید و دفعات اول خراب شد کاملا یه چیز نرمالیه، به خاطر که من هنوزم برام پیش میاد که موچیم خراب بشه. ولی اگر واقعا همه نکته ها رو دقت بکنید و مراحل رو دقیق انجام بدید میتونید یه موچی خیلی خوشمزه داشته باشید. من همه این نکته ها رو براتون تو کپشن می نویسم. باز اگر سوالی داشتید میتونید از من بپرسید و من بهتون جواب میدم. من الان داشتم ادیت میکردم ویدیو رو و لازم دونستم که چند تا نکته رو بیام بهتون حتما بگم و اینا رو حتما رعایت کنید. یکی اینکه خامتون خامه قنادی باشه، کولاک
من خودم کولاک استفاده میکنم، به نظر من از همشون بهتره و خیلی هم خوشمزه است. خامتون رو به نظر من همون اول شما فرم بدید قبل از اینکه کار رو شروع کنید و بذاریدش داخل فریزر، چون که خامه سریع آب میشه و اگر خامه خوب فرم نگیره شما موچیتون ممکنه که خراب بشه. و اینکه نشاسته ذرتتون به نظر من تازه تازه بگیرید، نمیدونم چون که من برام پیش اومده که نشاسته ذرت هم رطوبت گرفته بود و به خاطر همین موچی من کاملا خراب شده بودش. نشاسته ذرتتون تازه باشه و از رنگ خوراکی رو زیاد نزنید. من بعضی جاها دستم در میرفت، دفعات پیش این سری کمتر زدم، رنگ خوراکی مثلا حل نمیشد خوب داخل خمیر. دستکشتونم اون دستکش لاتکس سفیده شفافه، سفیدم نه شفافه، اونو بخرید، چون که بقیه رو من شنیدم که به خود موچی میچسبه. حالا براتون عکس اون دستکشم میذارم اینجا. و روی گاز سعی کنید به اون خمیر طوری که شد گازو خاموش کنید سری، به خاطر اینکه ممکنه که خمیرتون ته بگیره، بعد خیلی میچسبه، اصلا نمیتونید اونو درستش کنید. شما برای اندازه موچیتون اون چیزایی که گفتم، شما شکر رو میتونید مثلا 2-3 گرم بیشتر بریزید، مشکلی نداره، ولی کمتر اصلا نریزید. آرد خود گلوتینوس باید دقیق اندازه باشه، یعنی نه بیشتر نه کمتر. شیرم همینطور، شیر خیلی مهمه که زیاد نشه کمم نباشه. نشاسته ذرت، من اینو متوجه شدم که نشاسته ذرت اگر مثلا در حد 5 گرم بیشتر باشه، مثلا یه همچین حدودایی، شما در آخر یه دونه مینی موچی هم دارید. حالا میتونید این کارم بکنید ولی کمتر نباشه، خیلی بیشترم نباشه که طعم خود موچی رو بد نکنه. کره به نظر من همون اندازه باشه کافیه، کمتر نباشه، ولی بازم اگر مثلا 1-2 گرم بیشتر شد عیبی نداره بازم اون. و آره دیگه، لازم دونستم که اینا رو بهتون بگم و حتما درستش کنید چون که خیلی خوشمزه است. من خودم رفتم کلاس موچی رو یاد گرفتم چطوری درست کنم، چون که یک فن موچی هم من خودم واقعا. و همین دیگه، امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید و براتون مفید باشه. و آره دیگه، همین دیگه، فعلا خدافظ.